در سمت کارهای آبادانی در سمت ساختمان راهها در دهات به نام میرزاعلی و اسفزدهی کدوچی دو ناحیه تیمورملک مرحله نوی کارهای ساختمانی را شروع گردیدند. کارهای ساختمانی انشاءاتی مذکور از جانب ساختمانچیان مؤسسه دولتی تعمیر و نگهداری راههای اتومبیلی ناحیه واسه انجام داده می شوند. شما شاهد آغاز مرحله دوم راه ماشین‌گرد کدوچی سرتز و چه است؟ تیمورملک است. این یک مرحله دوم فعالیت راهسازی شروع شده است. از این پیش این مرحله به سه تقسیم شده که قسمی تکمیل دوم را ما سپری کردیم. مرحله دوم آغاز شده است که با دستگیری وزیر نقلیات جمهوری ترکستان با تکنیک‌های ما کار را ما شروع کردیم. در این کاری که امروز می‌بینید پیشرفته شده است با مدد صاحبکاران ایها با مدد آدمان سخاوتپیشه آنهایی که وطن خود را از دل جان دوست می‌دارند کار شروع شده است و این ادامه می‌بخشیم. اول در دوام سال‌هایی که گذشت این راه را ما اول آماده کردیم، برای اسفالت‌پوشی آماده کردیم، هموار کردیم، همه سلپرت‌های آن را ما مجهز ساختیم، تیار کردیم، کانال راه را بخواد کردیم و سه تا چی ساختیم در آنجا نوعی خود نوعی بخواد ساخته به استفاده داده شده است. لکه راه برای اسفالت پوشانده شدن و منفرش کردن راه آماده شده است. طبق نقشه معماری دهه کدوچی کارهای پیش از منفرش نمودن راههای محلی منطقه دشت دیلی ماه ایون ادامه یافته در عرفه انجام یابی میباشند. در این مدت راههای بین کوچه‌ها وسیع کرده شده، با ساختن جویبارهای شفاطیان راههای سیلگذار به ترتیب معین درآورده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.